در اواخر سال 2024 سه همکار سابق مرکز آموزش زبان صنعتی برمینگام پس از 40 سال بار دیگر در محل کار قدیمیشان یکدیگر را ملاقات کردند، جایی که در آن زمان کالج فنی هنزورث نامیده میشد و اکنون بخشی از کالج سافتن سیتی برمینگام می باشد. در دهه 1980 هر سه نفر تازه فعالیت در مسیر حرفه‌ای خود را شروع کرده بودند. मेरा नाम सरदूल टेसी है। मेरी माँ बोली पंजाबी हैगी है। मैं बर्मिंघम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज ट्रेनिंग सर्विसेज वास्ते 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1986 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। मैं ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬ ਮੂਵ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं 2-3 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। फिर मैं एडल्ट लर्निंग इंस्पेक्टर बन गया। मैं हूँ गॉर्डन वेल्स और मुझे थोड़ी हिंदी आती है। वैसे ही मेरी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी है और मुझे गैलिक भी आती है। این سه همکار خاطرات آغازین دوران شغلی خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند. You guys were like the first tranche Yes. of folk getting involved in English for speakers of other languages. Yes. But with bilingual skills brought to that. شهر برمینگام حتی در دهه 1980 نیز چند فرهنگی و چند زبانه بود، به ویژه در مناطقی مانند اسپارک بروک یا هنزورث که می توانستی با لذت به موسیقی جامائیکایی گوش دهی، غذای آسیایی بخوری و در میخانه‌های ایرلندی نوشیدنی میل کنی. اما این سطح از تماس میان فرهنگی در انگلستان همچنان پدیده نسبتاً جدید به شمار می آمد و گاه موضوع داغ بحث‌های سیاسی بود. خدمات آموزش زبان صنعتی قرار بود در چنین اجتماعی فعالیت کند. در بازدید از محل کارشان، اعضای تیم برخی از پروژه‌های انجام شده در گذشته را به خاطر آوردند. Bridget was there. Tracer, Bridget and myself. Yeah. And I came on the staff somewhere here. You were there. You came over here. The fifth one. This year, the rack. Magazine rack over there. Wow. مرکز آموزش زبان صنعتی برمینگام بخشی از شبکه‌ای از تیم‌های مشابه در شهرهای مختلف انگلستان بود. این تیم‌ها با هدف تولید رسانه و محتوای آموزشی متناسب با نیازهای محلی به وجود آمد تا زبان انگلیسی را به کارکنان غیر انگلیسی زبان در محیط‌های کاری مانند کارخانه‌های محلی آموزش دهد. تأمین مالی این شبکه بر عهده دولت مرکزی بود و تا اوایل دهه 1980 این مرکز شامل 6 تا 8 نیروی کار تمام وقت بود تا خدماتی مفید ارائه دهند که بتواند تأثیری مثبت در زندگی جوامع متنوع این شهر ایجاد کند. کارفرمایان عقیده داشتند که ارتباط مؤثر در محیط کار بسیار اهمیت دارد، اما مشکلات مرتبط با زبان در زندگی روزمره باعث شد که این خدمات علاوه بر آموزش زبان انگلیسی به ارائه مشاوره و دوره‌های آموزشی برای کارفرمایان بخش‌های خصوصی و دولتی و همچنین به ارائه دهندگان خدمات سلامت ملی یا NHS نیز گسترش پیدا کند. در آغاز تمرکز این فعالیت‌ها بر تقویت ارتباط بین فرهنگی بود، اما خیلی زود به سمت مبارزه مستقیم با نابرابری‌ها از طریق آموزش فرصت‌های برابر و مبارزه با نژادپرستی پیش رفت. سختی کار زمانی بود که می‌خواستیم مفاهیمی مانند نژادپرستی سازمانی را به مخاطبانی که اغلب مردد یا حتی مخالف بودند معرفی کنیم. ناگفته نماند که تمام این تلاش‌ها سالها قبل‌تر از آن انجام شد که خبر قتل نژادپرستانه استیون لارنس افکار عمومی را تکان دهد و در پی آن گزارش مکفیرسون بتواند این موضوعات را به گفتگوی عمومی تبدیل کند. در همان زمان برمینگام آیلتی فعالیت‌های زبانی خود را برای ارائه دهندگان این خدمات گسترش داد و به دنبال آن آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان یا همان ایسول شکل گرفت. این اتفاق زمانی روی داد که موضوع حفظ و نگهداری زبان مادری شروع به جلب توجه بیشتری کرده بود و ناتسلا یعنی انجمن ملی آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به بزرگسالان نام خود را به ناتکلا تغییر داد که بازتابی از علاقه فزاینده به سایر زبانهای موجود در جامعه در کنار زبان انگلیسی بود.
با پایان یافتن حمایت مالی از سوی دولت مرکزی، تیم آموزش زبان صنعتی برمینگام در نهایت در کادر آموزشی کالج ادغام شد. هرچند پیش از آن اعضای این تیم در تولید مجموعه تلویزیونی هندی اردو بالچال از شبکه BBC همکاری کرده بودند. این نخستین بار بود که BBC تلاش می‌کرد یکی از زبان‌های جنوب آسیا را آموزش دهد که به طور کامل در بریتانیا و در میان جوامع مهاجر محلی فیلم برداری شد. این مجموعه همچنین با ایده‌های خلاقانه و به نمایش گذاشتن تابلوی باشگاه هندی اردو بالچال زبان آموزان را تشویق می‌کرد تا برای یادگیری به این مراکز در محله خود مراجعه کنند. در این مراکز زبان آموزان می‌توانستند آنچه را که از برنامه تلویزیونی یاد می‌گیرند در موقعیت‌های واقعی تمرین و تجربه کنند. این فیلم مقدماتی به مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و گفتگوهای ضبط شده به زبان‌های مختلف می‌پردازد که در آن همکاران به بازتابی از زندگیشان پس از IELTS اشاره می‌کنند و از آموخته‌هایی می‌گویند که آن تجربه برایشان به همراه داشته است. ابزارهای ترجمه مدرن دسترسی به این سندها را به زبان‌های گوناگون ممکن ساخته است. در این حال می‌توان گفت که پروژه امروزی صداهای جزیره اگرچه در هبریدیز مستقر است، اما ریشه در همان خاک حاصلخیزی دارد که نخستین بار 40 سال پیش درست در همین برمینگام کشت شد. با گذر زمان همانطور که تغییرات رخ می‌دهند، نسل‌های جدید نیز خودشان برای پرسش‌های بی‌انتها پاسخ خواهند یافت. اما همچنان می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان میراث غنی چند زبانگی را به بهترین شکل ممکن حفظ و منتقل کرد و آن را در مسیر درست به کار گرفت. Well, I'm a supervisor here. The most of my staff are Asians. Hard for me to communicate with them. So whenever time I go to the class and can learn something, then it's more easier to communicate with them and we can understand each other more. Well, none of them know yet. So I think it's going to be a big shock to them when they see, I can speak Urdu. Yeah, but it's nice. Yeah. So I enjoy it, man. Smoogie.